کمال کلام به کمال متکلم برمیگردد. این کلامی بی‌نظیری است، چرا که نازل کننده این ذاتی است که او دارای صفات بی‌نظیره. العزیز العلیم، ذات غالب و توانا، در مقابل او قدرتها محو می شوند. در مقابل قدرت او قدرت وجود ندارد. ان الله علی کل شیء قدیر. نه انسی نه جنی نه ملکی نه نوری نه ناری نه خاکی، هیچ یکی قدرتی ندارد، صفاتی ندارد که با صفات او برابری کند. لیس کمثله شیء، او در ذات بی نظیره، در صفات هم بی نظیره. در تمام صفات خود بی نظیره. غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول. این همه صفات جلالی، صفات جمالی.